منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت. نشاید جز با آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. خدایا مغفرت کن جمع یاران، ببخشا هر کدام حوران جنت. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت. نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. خدایا مغفرت کن جمع یاران، ببخشا هر کدام حوران جنت. پیام دین حق از تاج منبر، بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی. سروران گرامی و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با موضوع اهمیت توکل. همه شما کم و بیش با موضوع توکل آشنا هستید و اصطلاح توکل تقریبا در بین همه جا افتاده است. ولی خب این که توکل چه نقشی و چه اهمیتی در زندگی ما دارد و چه جایگاهی در بخش ایمانی ما دارد، این کمی قابل توجه است. الله متعال در سوره هود آیه 12 می‌فرماید: ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر كله فاعبده و توکل علیه. فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغافل عما تعملون. یعنی آنچه که در آسمان ها و زمین است و آنچه که در آسمان ها و زمین از دید ما مخلوقات و انسان ها پنهان است، لله، از آن کیست؟ از آن الله. و الیه یرجع الامر کله، تدبیر آفرینش این جهان هستی همه در اختیار کیست؟ در اختیار الله یگانه. تنها اوست که این جهان را میچرخاند، تنها اوست که اداره میکند. و سپس الله متعال دستور میدهد فاعبده، اون ذاتی که همه این جهان هستی در اختیار اوست و از آن اوست و او میچرخاند، پس شایسته پرستش کیست؟ همون ذات است. این را اصطلاحاً علما میگن که از توحید ربوبیت برای توحید الوهیت استدلال کردن. یعنی ذاتی که آفرینش این جهان هستی کار اوست و تدبیر این جهان هستی کار اوست، پس شایسته پرستش کیست؟ غیر از او کسی دیگری باید باشد؟ نه خیر، همون ذات
شایسته پرستش است. فعبده و توکل علیه. پس او را بپرست و توکل علیه و تنها بر او توکل کن. کارهای خودت را تنها به او بسپار. و ما ربک بغافل عما تعملون. و نیست پروردگار تو غافل و بیخبر اما تعملون، از آنچه که شما عمل میکنید، آنچه در ظاهر عمل میکنید، آنچه پنهانی عمل میکنید، آنچه خود شما میدانید، آنچه که خود شما هم شاید ندانید، همه را الله متعال میداند. الله از هیچ چیزی غافل نیست. پس حقیقت توکل چیست؟ حقیقت توکل این است که انسان در تمام امور خود را به الله متعال و یگانه بسپارد. در تمام زندگی هر کاری میکند، کار برای امرار معاش میکند، ظاهرا امکان به دست میارد که زندگی بکند، خودش، خانوادهش، ولی آیا این کار او و تلاش او در واقع میتوانند او را زنده نگه دارند؟ میتوانند مشکلات او را حل بکنند؟ نخیر. ذاتی که انسان را حفاظت میکند، نگه میدارد، مشکلات او را برطرف میکند کی است؟ ذات یگانه الله متعال است. امام فخرالدین رازی تعبیر بسیار جالبی دارد در تعریف توکل. میگه توکل چیست؟ تفویض الرجل امره الى من یملک امره و یقدر علی نفعه و ضرره. توکل چیست؟ این که انسان خودش را و کارش را و امورش را به کی بسپارد؟ الی من یملک امره، به کسی بسپارد، به ذاتی بسپارد که مالک اوست. مالک من شما کیست؟ الله متعال. و یقدر علی نفعه و ضرره، و اون ذات متعال قادر است، تواناست که به من و تو نفع و ضرر برساند. پس توکل این است که همه امور ما به ذاتی سپرده شود که قادر مطلق است، اختیاردار نفع و ضرر است. هیچ کسی غیر از الله قدرت ضرر رساندن و نفع رساندن ندارد. این که امروز قبر و گنبد و بارگاه و این و اون و همه اینها دخالت داده می شوند در نفع رساندن به انسانها، در ضرر رساندن به انسانها، بزرگترین توهین به دین است، بزرگترین نعوذ بالله توهین به الله متعال است. چگونه ما باید از غیر خدا کمک بخواهیم؟ چگونه باید به غیر خدا توجه کنیم؟ چگونه باید از غیر خدا بخواهیم که مشکلات ما را حل کنند؟ آن که مشکلات را حل می کند تنها الله متعال است. آن که شفا می دهد تنها الله متعال است. آن که روزی می دهد فقط و فقط الله متعال است. غیر از الله هیچ کسی توانایی روزی دادن و شفا دادن را ندارد. امروز متاسفانه گنبدها و بارگاهها تجارتخانه شدند برای بعضی ها. این تجارتخانه ها سد راه توحید و یگانگی هستند. مردم را از دین الله، از یگانگی، از توحید دور میکنند و به بندگان و مخلوقی متوجه میکنند که کاش زنده بودند. نه تنها به زندگان، به مردگان، به کسانی که قرنها پیش از دنیا رفته‌اند. دنیا پرستان دین فروش، دین فروشان ثروت جمع کن و جنود شیطانی که در خدمت شیطان قرار گرفته‌اند بندگان را، مخلوق را، انسانها را از الله دور میکنند، از الله یگانه دور میکنند و به قبر و گنبد و بارگاه متوجه میکنند. این بزرگترین ظلم در حق دین است و شیطان کار دیگری بزرگتر از این نمیتواند برای تخریب دین و برای از بین بردن دین بکند و نام این را میگذارند توسل و وسیله. چه ربطی دارد توسل و وسیله به کجا و از مرده طلب کمک خواستن کجا؟
کاری به این نداریم. موضوع چیز دیگری است که توسل در کجا، تعریف توسل چیست و منظور از توسل چیست. توسل شرعی داریم، توسل غیر شرعی داریم که آنچه که امروز میبینیم در گنبد و بارگاه ها انجام میگیرد و اهل بدعت برای آن تبلیغ میکنن، همه این توسل غیر مشروع است. توسل مشروع توسل به عمل صالح است، توسل به دعای صالحین است، توسل به عمل نیک است که خود انسان عمل بکند. خب بعضی انسان های ضعیف النفس متاسفانه در هنگام کسب روزی، در مسیر کسب روزی، لجام را از دست میدهند و میشتابند به کجا؟ به راه شیطان. شیطان میفریبد، گمراه میکند، انسان را از مسیر منحرف میکند. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، عدالت گستر بی همتای تاریخ بشر پس از پیامبران علیهم السلام و اولین شهید محراب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عمر فاروق، پدرزن پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم، داماد علی ابن ابی طالب، داماد فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنهم، میفرماید که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمودند لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. اگر شما به الله توکل کنید چنان که شایسته توکل است، همچنان شما را همچنان روزی خواهد داد که پرندگان را روزی میدهد. پرندگان چگونه صبح از لانه بیرون میشوند شکم گرسنه، شب که برمیگردند شکمشون سیر است؟ چه میکنند؟ از کجا میارند؟ پس الله متعال همچنان که به پرندگان روزی میدهد، به شما نیز روزی میدهد. ما باید فقط به الله توکل کنیم، تنها از او کمک بخواهیم. و توکل علی الحی الذی لا یموت، تنها بر ذاتی توکل کن که هرگز نمی میرد. و سبح بحمده، و تسبیح او را بگو. و کفا به بذنوب عباده خبیرا، کافی است ذاتی که گناهان بندگانش را میداند، از همه گناهان بندگانش خبر دارد، از همه گناهان بندگان اطلاع دارد. و توکل علی العزیز الرحیم، و بر الله، بر ذاتی که غالب است و مهربان توکل کن. و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، و بر الله توکل کن که الله متعال به عنوان وکیل و سرپرست برای شما کافی است. آری سروران، درباره توکل سخن بسیار است و علما بسیار فرمودند. حضرت سعید ابن جبیر رحمت الله علیه می فرماید التوکل علی الله جماع الایمان، توکل بر الله خلاصه ایمان است. امام ابن قیم جوزی رحمت الله علیه می فرماید توکل نصف ایمان است و نصف دیگر آن انابت است، رجوع به سوی الله. به الله توکل کردن، حسن بصری رحمت الله علیه می فرماید که توکل به الله، التوکل لا ینافی السعی فی الاسباب، توکل منافی این نیست که شما از اسباب کار نگیرید. بعضی مفهوم توکل رو غلط میفهمن. آقا ما متوکلین هستیم، کار نکن، بیکار گوشه خونه بنشین، منتظر باش که به مردم به تو روزی بدن، غذاتو بدن، خرجتو بدن. این توکل نیست. لیکن عملک هنا و نظرک فی السما. بعضی علما در تعریف توکل فرمودند که توکل چیست؟ توکل این است که شما در زندگی دنیا کار بکن، اما چشمت به سوی الله باشد، چون که روزی دهنده الله است. و شاعر میگه که گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. رمز الکاسب حبیب الله شنو، از توکل در سبب
کاهل مشو. خب سروران گرامی، وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. خداوند همه من و شما را از متوکلین واقعی بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.